به نام خدا. سلام. یه اصطلاح دیگر رو با هم دیگه یاد بگیریم. Heyday. Heyday. Heyday اول definitionش رو ببینیم. A time in the past when someone/something was at his or its best. بعد توی سبزم توضیح داده چی؟ Generally used to state that this is no longer the case. پس میگه زمانی در گذشته a time in the past when یه زمانی در گذشته که وقتی که یه کسی someone یا یه چیزی was بود at his or its best در بهترین حالتش بوده، در اوج بوده. بعد میگه معمولا در مورد حالاتی استفاده میشه که دیگه شرایط تغییر کرده، یعنی یه نفر از اوجش فاصله گرفته. خب مثال رو ببینیم. In his heyday, he was the best ad-libber on the stage, but now he is prone to making mistakes and needs to prepare a script beforehand. حالا روونتر بخونم. In his heyday, he was the best ad-libber on the stage, but now he's prone to making mistakes and needs to prepare a script beforehand. خب in his heyday در دوران اوجش او he was بود the best بهترین ad-libber. ad-libber یعنی کسی که بداهه خیلی خوب میتونه صحبت بکنه. ad-libber on the stage روی صحنه. But اما now اکنون he is prone to. باز اینجا یه اصطلاح دیگه است. is prone to حالا مستعد اینه که making mistakes اشتباه بکنه. یعنی بیشتر اشتباه میکنه، مستعد اینه. And needs to prepare. Needs to یعنی نیاز داره prepare آماده کنه a script یه نوشته. a script نوشته. حالا میتونه دست نویس باشه یا حالا تایپی هم باشه. script یعنی یه چیزی که دست خطی رو نویس، یه همچین چیزی. beforehand یعنی از قبل. خب پس این شد یکی از مثالا. بریم مثال دوم رو ببینیم. مثال دوم میگه که progressive rock had its heyday. ببین اینجا دوتا کلمه progressive and rock رو میبینیم که با حروف بزرگ نوشته شده. این خودش الان اینجا مثلا فرض کنید میخواد یه سبکی از موسیقی رو بگه که اصلا کلا اسمش اینه، یعنی ما لزومی نداره ترجمه کنیم. progressive rock progressive had its heyday دوران اوج خودش رو داشت in the 1970s که توی دهه 1970. My memory of those days is somewhat blurred because it was a long time ago and I was paralytic most of the time. میگه حافظه من، خاطرات من از اون روزها، my memory of those days خاطرات من از اون روزها somewhat blurred یکم مبهمه. blurred یکم مبهم، شفاف نیست. because چرا؟ به خاطر اینکه it was a long time ago به خاطر اینکه مدت زمان زیادی گذشت، یعنی خیلی وقت پیش بود. and I was paralytic most of the time و من بیشتر اوقات رو paralytic بودم. paralytic یه اصطلاحه که البته خیلی ندیدم استفاده بشه ولی به معنی مست بودنه. این دلیل اینکه به خاطر نمیاره این ظاهرا مثلا یه خواننده است، مثال فرض کنید برای یه خواننده است که میگه که پروگرسیو راک دوران اوجش رو داشت در 1970 و من خاطراتم همچین شفاف نیست از اون موقع چون که حالا میگه که مست بوده.